اگر توی جنگل بودیم و خدای نکرده خرس به ما خواست حمله کنه چیکار کنیم؟ این ویدیو رو خوب نگاه و گوش بدید. اول از همه اگر توی جنگل خرسی دیدیم ازش فاصله بگیریم، چون جنگل زیستگاه اوناست و ما مهمونیم و اونا حیوانات وحشی هستند و با انسان‌ها دوست نیستن و ما باید مراقب باشیم. و چند تا نکته مهم هستش که خوب گوش بدید. 1. اصلا نباید مستقیم به چشماشون نگاه کنیم. ممکنه که تحریک بشن و احتمال حمله وجود داره. 2. حرکت آرام و ملایم داشته باشیم. در غیر این صورت ممکنه باز تحریک بشن و احتمال حمله وجود داره بچه‌ها. 3. اگه خواست حمله کنه با در دست داشتن چوب و چماق و با تکون دادن اون سعی کنیم از خودمون صداهای بلند در بیاریم. صداهای بلندی که خرسه از اون بترسه و پا به فرار بذاره، مثل زوزه بلند گرگ یا صداهای بلند مثل صدای شیر. و اگر این کار رو انجام بدیم احتمال اینکه خرس پا به فرار بذاره زیاد هستش. اینها روش های هستن که ما میتونیم خرسا رو از خودمون دور بکنیم.